شما خود مسبوقید که امیر حتی در نیمه کارزار هم منو در جوار خود نگه می داشت. حالا چی شده که نیمه شب بیخبر از من به سوی اون مرد کاشی میره؟ از شور دل امیر به دانش آگاهه، دلبری میکنه. یاسای تیموری هنوز هم بهترین راهه. تو توی این ماجرا دخالت نکن. اگه رخصت بدید چاکر راه مناسب و یافتن. لطیف بیرون. این یکی از اوناییه که غیاث الدین رو تو کوچه سنگ زدن. به بیچارگی و عجز من رحم کنید. من چه میدونستم که برای شما و وزیر اعظم این گونه گرون میاد. ما بنده شماییم. جان ما تحفه ناچیزیه. به 10 سر عائله گناه بیخردی منو ببخشید. نامت چیه؟ من مغموم مونده، نامم محزونه. اون کاری که کردی چون بی اذن ما بود بلاهت بود، ولی از امروز به امر خاتون بزرگ تو را بر این میگماریم که بدنامی و دغل غیاث الدین رو در بین مردمان هویدا کنی. ولی اگر جونت رو طالبی جز اون که امر منه نمی کنی و اگر زبونت بی اذن ما باز شه اونو خوراک شغالان سمرقند می کنم. فهمیدی؟ این قول من به شما میمونه، قول شما به من. از بیابون گرفتیم، آماده است. خب هیچی، در باز شد و آقا با سر و صورت سیاه سوخته اومد تو. مادر جون تازه میخواست بپرسه چی شده که دیدیم داییت اومد تو لنگون. فلج شده بود؟ نه خیر، فلک شده بود. قربون اون خنده هات برم. بقیه چی شد؟ یعنی بعد صلح چی شد؟ آره، شب که با هم دست رفاقت دادن، ولی صبح نه خبری از بابات بود نه خبری از داییت بود. همه تو هول و ولا بودن که اینا کجا رفتن. نگو رفتن قنات کهنه رو گز کنن. آخه چرا؟ کی از کار جمشید سر در می آورد؟ خب هیچی، ناغافل در باز شد و جمشید نفس زنون اومد تو و گفت مرد. مادر برو اول در رو وا کن. پرسیدم کیه؟ فرار کن محمود،
چه شده؟ با تو هم؟ خوب بود، بهتر شده بود. این بار درد به جونش خورده، نه جسمش. نه پس این چی؟ این چیه؟ لطمه که روش آزرده 100 چندان خونی که از کف داده. خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا. جمشید، باید بودی و محمودو میدیدی. الهی بمیرم، بچم ترسیده بود خیلی. آروم باش، آروم باش ویس، خوب باش، خوب شو ویس. همه فکرم این بود میونه این همه ناسازگاری باری نشم روی غمای دلت. رومزیا، اینا چیه میگی؟ اینا چیه میگی ویس؟ میدونم طالب آهل بیشتر بودی. ویسو ببخش که بیش از این جنبش نبود. زخم زبون میزنی؟ من تو زندگی هیچی بیشتر از تو از خدا نخواستم، به خدا. اگه سر از این بستر برداری قول میدم برگردیم کاشون. این بستر سر اون نداره که با ویس فدا کنه. ویس باید فدا کنه. جمشید محمودم ویس
کیان؟ خاندان بزرگی از کاشان که شهره به علم و دانش هست. زندیق و کافرن. مرگ زن جوونش هم پای کفر و ارتدادشه. سخن یاوه گوی سکه بازار شده که هر کوته فکری به زبون میرونه. استاد تو هم که کشت خوره اینایی؟ حرفی دهنتو بفهم. این گورو برای کی میکنی؟ برای همسر جناب گیاست. دست نگه دار. چرا؟ شما اجازه نمیدیم همسر یه جادوگر ملحد توی گورستان مسلمونا دفن بشه. بده به من. بده من. صبر کنید. کجا؟ اینجا گورستان مردمان پاکتینته. مرده شما که از جادوگران و ملحدینید عذاب بر رفتگان ما رو زیاد میکنه. شرم کن. من قاضی زاده رومیم، همراه و همگام با امیر بزرگ اولوغبیک میرزا. هیچ میفهمی چی میگی؟ تو خدا رو نمیشناسی و دم از خدا میزنی؟ ما خدا رو فراموش کردیم یا شما که امیر بزرگ رو اغفال کردید و کاری کردید که از امر خدا رو برگردونه؟ من خود مطلعم شاهرخشاه از اون چی که درگذره دلش ناشاده. اون که ناشاده خداوند از کار شما بنده ها. در شگفتم که شما رو چه نصیحتی کنم که این چنین گمراه شدید، که این مردم سمرقند این چنین کوته فکر بودن که من به خاطر ندارم. کی؟ اجازه نمیدم این چه قائله ایه؟ نمیدونم سرور من. این بی احترامی رو بر نمیتابم. اندک جماعت نادونی هستن. نمیخوام بدونم کی هستن. این جماعت یاغی رو بتارونید. میخوام بدونم ریشه این عداوت از کجاست و آبشخور اون از کجا. محترمان دربار ما در همه جا باید محترم باشن. فهمیدید؟ جسارت به اونها و جسارت به سلطانه. برای مسبب این اتفاق جزایی جز مرگ نمیشناسم. سربازان اردای بر حفاظت آنها گمارده شده. زین پس لحظه ای از اونها غافل نیستیم. حال که چون این اتفاق شنیعی رخ داده، عزیزی از عزیزان من همسرش رو از کف داده. چی شده که امیر خود رو چنین برآشفته میبینن؟ شنیدم در شهر بلواییه. بدین خاطره؟ نابخردی مردمان و نااهلی حسودان. کاش شما هم به قصد سرسلامتی خود رو در مراسم تدفین همسر غیاث نشون میدادید. امیرزاده این رو دون شأن ما نمیدونن که برای تسلی زیر دستامون عازم قبرستان باشیم.
پس از آن که در باب نسبت محیط به قطر و اصلا بودن آن ژرف نگریستم و نهجی که جناب ارشمیدس ثابت کرده و افضل تر از او ابوالوفای بوزجانی تلاش نموده و فاضل تر از آن دو تن شیوه ابوریحان بیرونی خوب نگریستم و بر محاسبات آنان خود را قوی یافته و پس از تدبیر آن اعمال را جملگی مختل یافتم. پس خواستم محیط دایره را به فرض معلوم بودن قطر آن بر حسب واحد معینی چنان استخراج کنم که بر ما یقین حاصل شود که در دایره‌ای که قطرش 600,000 برابر قطر زمین باشد تفاوت بین نتیجه حساب ما و آنچه حق است به یک مو نرسد. مویی که ضخامتش 1/6 عرض یک دانه جوی متوسط است و آنچه کوچکتر از آن باشد قابل اهمیت نیست و این رساله را مشتمل بر استخراج محیط در 10 فصل و 1 خاتمه نوشتم و آن را محیطیه نامیدم، در حالی که از خداوند عزیز وهاب یاری. بابا جناب قاضی زاده برای دیدن شما اومدن. میدونم غم سنگینی بر دلته، اما خودت میدونی مرد علمی نه برای خودش بلکه برای حیات دانش نفس میکشه. جمشید، این اموری که تو بنا کردی جز به دست خودت به ثمر نمیشینه. ثمر از صاحبه، نه من. این روزام بیکار نبودم، دست به کار نوشتن رساله‌ای بودم که پیشتر وعده کردم. یه اوقاتی رم با مجیب میگذروندم تا لوح اتصالات تموم شه. اما بساط رصدخونه و مدرسه حضور شما را میطلبه. در و دیوار این شهر نفسمو تنگ کرده. با حضور شما خیالم از بابت رصدخونه راحته. اگه برای درس و مدرسم یه جانشین پیدا کردم دیگه خیالم از هر بابت آسوده بود. فردا میرم پیش اولوغ بیک، بعدشم برمیگردم کاشون. از بچگی پا به پات اومدم، نه به خاطر تو، بیشتر برای خودم که جا نمونم. حرفات همیشه برام حجت بود. گاهی فکر میکردم به خطایی، اما خطا من بودم که فقط پیش پامو میدیدم. جمشید، من دیگه جوون بی تجربه 20 سال پیش نیستم. ویس خواهر منم بود. رفتن یا نرفتن با تو من مثل همیشه تابعم، اما جمشید فقط با دل تصمیم نگیر. بابا کجا میری؟ میرم مدرسه، میخوام با شاگردان ودا کنم، بعدم میرم دربار. تو خونه باش، بیرون نرو. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خدا رو شاکرم که عزت داد در همه حال و صبوری داد
به وقت اسرت و هرگز جز خیر نخواست. شما بهتر از هر کس واقفید که در این مدت چه ها به من و به خانوادم گذشت و امروز با تکرارش قصد تضییع وقت شما و مکدر کردن خاطر خودم و تازه کردن دردای خودم رو ندارم. به هر جهت به خاطر تعلماتی که به من و به بسته های تنم گذشت در این مدت، امکان شرف حضور در این مدرسه رو ندارم. و از این بابت شرمسارم از همه شما. خدا گواهه که محبت همه شما رو منت دارم و هرگز فراموش نمی کنم. هرگز. همه محبت های شما، محبت یادگیریتون، محبته. شما علامه های آینده این سرزمین هستید. سرزمینی که مردمان بسیار با فرهنگ و بسیار با شعوری داره. سالهاست در عرصه های مختلف، در فرهنگ، در هنر، در همه چیز ستاره های بیبدیلی در این آسمان درخشید و انشاءالله در آینده هم به همت شما و به عرق ریزان روح شما باز هم خواهند درخشید. فراموش نکنید ایران و ایرانی فرزند خلف علمه، فرزند خلف دانشه، فرزند خلف حکمته. هرگز اجازه ندید یک عده قلیل جاهل که خودشون فریب خوردن و آلت دست یک مشت دیگری شدن شما رو در راه علم ورزیتون و اندیشه ورزیتون و تحصیلتون مانع بشن. هرگز اجازه ندید. دانش کلید آزادیه، دانش طریق آزادیه و هر کس که این رو نمیخواد تلاش میکنه که شما رو استثمار کنه و از شما بهره کشی کنه. دانش کلید آزادی. حضرت خواجه، دریغ که به لحظه وداع شما رسیدم. بر این فقیر جفا نکنید و از علم خود مرا زکاتی بدید. بفرمایید پدر جان، بفرمایید. در همه سرزمین ها شهره به اونید که ابطال و اخلال پیشینیان را تصحیح کرده، گستره هیئت و حساب را فراختر. ولیکن سوال کوچکی دارم. همه موجود به اثبات حساب در می آید؟ شایسته نیست مرد علمی حرف مطلق بزنه. با این وجود اگر وضعیت رو به شکل یک معادله در بیاریم میتونیم به یک قاعده برسیم. پس میتوان حقیقت را مجهول دانست و طبقات معرفت را به درجات مختلف تعیین نمود. انسان را مجهول دانست و فهم را نسبت به معینه گذاشت و از ترکیب اینان به معادله ای رسید. آنگاه که به پاسخی رسیدیم، حل مسئله را راه حقیقت و آن جواب را ذات حقیقت بدانیم تا راه بر مردمان حقیقت جو سهل و آسان گردد. این دقت رو میشناسم من. پیشترین اشاره ها رو یه جایی خوندم. شهر به شهر آمده ام تا خواجه نصیر زمان را نظاره کنم.
تو محمد خافی نیستی؟ یک حاشیه به حکمت سینوی نوشته. الله اکبر، الله اکبر. محال ممکنه. این بساط و این حمیت همه سربند وجود توه. بپذیر که نمیتونم اجازه بدم بریم. ولی امیرزاده، میدونم که رنجیدی و دلت به درد اومده. چه بسا که گناه منه. همه این اهمال ها بر ذمه من. جبران مافات هم با من. حکم میکنیم از این پس هیچ صورت نگیره الا به قطع نظر شما. حکم ما اینه: غیاث الدین جمشید کاشانی از این پس مخیره، هر زمان که اراده کنه به تختگاه ما میاد. کلام اون کلام ماست و رأی اون حکم حکومت. از این پس در دیوان ما او همچون خاندان ماست، خود و بستگانش. هر کس به اون و متعلقاتش تعدی و جسارت بکنه خونش مباهه و حکمش مرگه. لطف شما قوت قلبه. هیچ نمیشنوم جمشید. یعنی حکم. پس یک تقاضا. بگو. هر چی که باشه جز رفتن. میخوام تا اتمام کار رصدخونه کوهک بیتوته کنم. جز به ضرورت به شهر نیام. قصد من از کوچ کردن از سمرقند غمی بود که در و دیوار این شهر به دلم هوار کرده. حساب مدرسه و محصلان چی میشه؟ مثل همیشه خدا لطفش رو شامل حالمون کرد. این بار با دردانه دوران، محمد خافی، علامه، البته میلش اگر بموندن باشه. اون چه به دست آورد کم از صدارت نداشت وزیر. در نگاه اول شاید. باز جای شکرش باقیه که خارج از شهر سکنا می‌گذاره. این هم از سیاستشه. غافلی ترخان؟ اون رصدخانه پا بگیره این مرد کاشی چنان ارتفاع میگیره که هیچ کس دستش به اون نمیرسه. صبوری کنید بانو.